فقط چند سال پیش اینکه می‌خواستیم با این ماشین صحبت بکنیم یه داستان علمی تخیلی بود، ولی امروزه روزانه میلیون‌ها نفر دارن با هوش مصنوعی صحبت می‌کنن و سوالی که پیش میاد اینه چه جوری به اینجا رسیدیم؟ برای جواب این سوال باید برگردیم به 70 سال قبل. تصور کنید به یک کامپیوتر قدیمی در دهه 1950 نگاه میکنید. ماشینی بزرگ، سنگین و پر از سیم که حتی توانایی انجام کارهای ساده امروزی رو نداره. حالا همون ماشین رو با امروز مقایسه کنید. امروز یک هوش مصنوعی داخل گوشی شما میتونه براتون مقاله بنویسه، برنامه‌نویسی کنه، تصویر بسازه، یک زبان جدید آموزش بده و حتی درباره ایده شما فکر کنه. اما سوال اینجاست، چطور از آن کامپیوترهای ابتدایی به کلاد و چت جی پی تی و هوش مصنوعی امروزی رسیدیم؟ این داستان بیش از 70 سال تلاش، شکست، پیشرفت و رویاپردازی انسان برای ساخت یک ذهن مصنوعی است. فصل اول، شروع یک رویا. آیا ماشین میتونه فکر کنه؟ داستان هوش مصنوعی قبل از اینکه اسم داشته باشه با یک سوال شروع شد. در سال 1950 دانشمند انگلیسی آلن تورینگ مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان ماشین‌ها میتونن فکر کنن. تورینگ یکی از مهمترین افراد تاریخ علوم کامپیوتر بود. او در جنگ جهانی دوم نقش مهمی در شکستن رمزهای آلمان داشت و بعدها یکی از پایه‌گذاران علم کامپیوتر شناخته شد. او به جای اینکه فقط درباره مفهوم فکر کردن بحث کند، یک آزمایش پیشنهاد داد. این آزمایش بعدها به نام آزمون تورینگ معروف شد. ایده این بود اگر یک انسان از طریق گفتگو با یک ماشین نتواند تشخیص دهد که طرف مقابل انسان است یا کامپیوتر، آیا میتوان گفت آن ماشین هوشمند است؟ این سوال جرقه‌ای شد برای شروع یک مسیر بزرگ. فصل دوم، تولد رسمی هوش مصنوعی. در سال 1956 گروهی از دانشمندان در دانشگاه دارتموث آمریکا یک کنفرانس برگزار کردند. در این کنفرانس برای اولین بار اصطلاح آرتفیشال اینتلیجنس یا همون هوش مصنوعی استفاده شد. یکی از افراد مهم این جریان دانشمند آمریکایی جان مک‌کارتی بود. ایده آنها ساده اما بلند پروازانه بود. ساخت ماشینایی که بتوانند مانند انسان یاد بگیرند، استدلال کنند و مشکلات را حل کنند. در آن زمان بسیاری از دانشمندان فکر می‌کردند رسیدن به هوش مصنوعی شبیه انسان فقط چند دقیقه فاصله دارد، اما مسیر سخت‌تر از چیزی بود که تصور می‌کردند. فصل سوم، اولین قدم‌ها، ماشینایی که فقط طبق قانون کار می‌کردند. در سال‌های ابتدایی هوش مصنوعی بیشتر بر اساس قوانین نوشته شده توسط انسان کار می‌کردند. یعنی برنامه‌نویسان به کامپیوتر میگفتن اگر این اتفاق افتاد این کار رو انجام بده. سیستم‌هایی ساخته شد که می‌توانستن مسائل ریاضی حل کنن، بازیکنان پاسخ‌های ساده بدن. یکی از نمونه‌های معروف آن زمان برنامه‌ای به نام ایلایزا بود که در سال 1966 ساخته شد. ایلایزا یکی از اولین چت‌بات‌های تاریخ بود. این برنامه میتونست با انسان گفتگو کنه اما واقعا معنی صحبت‌ها رو درک نمی‌کرد. فقط بر اساس الگویی که برایش تعریف شده بود پاسخ می‌داد. فصل چهارم، اولین شکست بزرگ، زمستان هوش مصنوعی. با گذشت زمان مشخص شد ساخت یک ذهن مصنوعی بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که دانشمندان تصور می‌کردند. کامپیوترها قدرت کافی نداشتند، داده‌های کافی وجود نداشت و روش‌های آن زمان محدود بود. در نتیجه هیجان اولیه کاهش پیدا کرد. سرمایه‌گذارها کمتر شد و دوره‌ای شروع شد که به آن زمستان هوش مصنوعی گفته می‌شد. اما این پایان داستان نبود. دانشمندان فقط فهمیدند که باید مسیر را تغییر دهند. فصل پنجم، یادگیری ماشین. وقتی کامپیوتر شروع به یاد گرفتن کرد. در دهه 1990 یک تغییر مهم اتفاق افتاد. به جای اینکه انسان تمام قوانین رو به ماشین آموزش دهد، دانشمندان تصمیم گرفتن که اجازه دهند ماشین خودش از داده‌ها یاد بگیرد. این ایده تبدیل شد به ماشین لرنینگ. در این روش کامپیوتر با بررسی حجم زیادی از اطلاعات الگوها را پیدا می‌کند. برای مثال، اگر بخوایم یک سیستم تشخیص گربه بسازیم، دیگر لازم نیست هزاران قانون درباره شکل گوش، چشم یا بدن گربه بنویسیم. کافی است میلیون‌ها تصویر به سیستم نشان دهیم تا خودش تفاوت‌ها را یاد بگیرد. فصل ششم، زمانی که ماشین انسان را شکست داد. در سال 1997 یک اتفاق تاریخی رخ داد. کامپیوتر شرکت IBM به نام دیپ بلو توانست قهرمان جهان شطرنج گری کاسپاروف را شکست دهد. این اتفاق توجه دنیا را به هوش مصنوعی جلب کرد. البته دیپ بلو مثل انسان فکر نمی‌کرد. این سیستم فقط میتونست تعداد بسیار زیادی حرکت را در زمان کوتاه محاسبه کند. اما پیام مهمی داشت. ماشین‌ها می‌توانند در بعضی زمینه‌ها از بهترین انسان‌ها هم بهتر عمل کنند. فصل هفتم، انقلاب یادگیری عمیق. دهه 2010 آغاز یک دوره جدید بود. سه اتفاق همزمان باعث جهش هوش مصنوعی شد. اول، قدرت پردازنده‌ها بیشتر شد. دوم، حجم عظیمی از داده‌ها در اینترنت تولید شد. و سوم، شبکه‌های اسیبی عمیق پیشرفت کردند.
این فناوری تلاش می‌کند از ساختار مغز انسان الهام بگیرد. در سال 2012 یک سیستم به نام الکسنت توانه در تشخیص تصاویر یک موفقیت خیلی بزرگ کسب کنه. بعد از اون هوش مصنوعی در تشخیص چهره، صدا و زبان با سرعت خیلی زیادی پیشرفت کرده. هشتم، تولد مدل‌های زبانی بزرگ. در سال 2017 گوگل یک مقاله علمی مهم منتشر کرد. Attention is all you need. این مقاله معماری جدید به نام ترانسفورمر را معرفی کرد. این فناوری پایه اصلی بسیاری هوش مصنوعی امروزی شد. مدل‌های جدید می‌توانستند حجم عظیمی از متن را مطالعه کنند و الگوهای زبان انسان را یاد بگیرند. شرکت‌های بزرگ شروع به توسعه اولین مدل‌ها کردند. یکی از مهم‌ترین آنها شرکت اوپن ای آی بود. فصل نهم، مسیر اوپن ای آی تا چت جی پی تی. شرکت اوپن ای آی در سال 2015 با هدف توسعه هوش مصنوعی پیشرفته تأسیس شد. این شرکت در سال 2018 اولین نسخه چت جی پی تی را معرفی کرد. چت جی پی تی مخفف جنراتیو پری ترین ترانسفورمر است، یعنی مدلی که ابتدا با حجم بزرگی از اطلاعات آموزش می‌بیند و بعد می‌تواند متن تولید کند. بعدها از چت جی پی تی 2 چت جی پی تی 3 در سال 2022 اتفاق بزرگی رخ داد. فصل دهم، سال 2022، انفجار چت جی پی تی. در نوامبر 2022 اوپن ای آی از چت جی پی تی رونمایی کرد. این لحظه یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ فناوری بود. برای اولین بار میلیون‌ها انسان عادی توانستن مستقیم با یک هوش مصنوعی پیشرفته گفتگو کنند. چت جی پی تی میتونست متن بنویسه، ایده بهتون بده، کد برنامه‌نویسی تولید کنه، مطالب پیچیده رو توضیح بده، ترجمه کنه و به یادگیری عمیق کمک کنه. محبوبیت چت جی پی تی به قدری سریع افزایش پیدا کرد که در مدت کوتاهی میلیون‌ها کاربر جذب کرد. بعد از آن رقابت واقعی هوش مصنوعی شروع شد. فصل 11، ورود کلاد و رقابت بزرگ. در سال 2023 شرکت اندروپی هوش مصنوعی خود به نام کلاد را معرفی کرد. اندروپی توسط تعدادی از پژوهشگران سابق اوپن ای آی ساخته شد. تمرکز این شرکت روی ساخت هوش مصنوعی قدرتمند اما قابل کنترل‌تر بود. کلاد به دلیل توانایی بالا در تحلیل متن طولانی، نوشته و حل مسائل پیچیده شناخته شد. بعد از کلاد، رقابت میان شرکت‌های بزرگ شدت گرفت. فصل 12، دنیای امروز هوش مصنوعی. امروز فقط اوپن ای آی و کلاد فعال نیستن. گوگل مدل‌های جمینای رو توسعه داده. متا مدل‌های لیما رو معرفی کرده. مایکروسافت هوش مصنوعی وارد محصولات خود کرده و شرکت‌های زیادی در حال ساخت نسل‌های بعدی این فناوری هستن. هوش مصنوعی امروز میتونه تصویر تولید کنه، ویدیو بسازه، صدا ایجاد کنه، کد بنویسه و اطلاعات رو تحلیل کنه و به عنوان یک دستگاه دیجیتال در کنار از کار میکنه. تاریخ هوش مصنوعی از یک سوال ساده شروع شد. آیا ماشین‌ها میتونن فکر کنن؟ در طول 70 سال انسان بارها شکست خورد، مسیر رو تغییر داد و دوباره تلاش کردن. امروز ما در دوره‌ای هستیم که ماشین‌ها دیگر فقط محاسبه نمی‌کنن. آنها میتوانن یاد بگیرن، تولید کنن و با انسان همکاری کنن. اما شاید مهمترین بخش داستان هنوز نوشته نشده باشه. چون آینده هوش مصنوعی فقط درباره قدرت ماشین‌ها نیست، درباره اینکه انسان چگونه از این قدرت استفاده خواهد کرد.